یا الله عزیزان خودم، حقیقتا جز ملتفت دست به رتبه بندی آلبومای گروهای دیگه ای نمیرفت، چون برخلاف ملتفتین کسکشا واقعا آلبومای خیلی زیادی دارن. خلاصه که توی این ویدیو آلبوم کل اعضای گروه زدبازی رو قبل و بعد عضویت تو گروه رو رتبه بندی میکنیم. تو این رتبه بندی سلیقه‌ای دخالت داده نشده، حرف ما کاملا سنده، شما هم باید قبول کنید. الانم باید لایک و ساب کنید. تیزو باز بینم. شماره 17 آلبوم پارادوکس از نسیم. حقیقتش رو بخواید این آلبوم رو کلا حساب نمی کردیم سنگین تر بود. آلبوم پارادوکس مربوط به بعد سیکتیر شدن نسیم از زدبازی که برداشته، توش با همه کسانی که زمانی با زدبازی بیف داشتن فیت داده، از جمله امیر خلوت، عرفان، جیدال و حتی پارسالیب. شماره 16 آلبوم سرتونین از سیجل. تحلیل این آلبوم به زیبایی و واضحی تو چنل هست، میتونید پیداش کنید و تماشاش کنید. اشعار سیجل تو این آلبوم شبیه مزخرفات چنلای حاضر جوابیه و جز یک یا دو آهنگ مابقی ارزش حتی گوش کردن هم نداره. مسیرم نبود ساده، کشور بهم گفت حروم زاده، ولی وا ندادم شدم منو زاده، میرم بالا سلامتی. شماره 15 سولوجل از سیجل. سولوجل اولین آلبوم تکی سیجل بود که بعد اعتراضات منتشر شد. توی این آلبوم سیجل به خاطر اینکه مردم رو کسگیر بیاره با اعضای زدبازی فیت نداد تا نشون بده که با گروهش مخالفه و حتی به خاطر عجله شدن آلبوم با کسانی مثل هیپاپولوژیست هم نتونست همکاری بکنه. با این حال باز آلبوم 2-3 آهنگ هیت داشت. شماره 14 آلبوم صفر از مهراد هیدن. آلبوم صفر مربوط به زمانیه که هیدن به صورت جدی فکر میکرد که راکستاره. بهترین کاری که هیدن تو این آلبوم انجام داد این بود که با رضا پیشرو فیت نداد. آلبوم هیچ گونه فیتی نداشت و کل آلبوم توی یه سبکی بود که هیدن بهش میگفت راک. تا که باشم توی ماری هوا من داری عجب پشت. شماره 13 آمادئوس از علیرضا دی. آمادئوس اولین آلبوم تکی علیرضا جی بود. تنها اشتباهی که تو این آلبوم جی مرتکب شد این بود که زیادی به فدای تیک انداخت و کل مدفوع رو کرد تو فاز آلبوم. این آلبوم آهنگ خوب زیاد داشت ولی متاسفانه 021 بچه هم توش بود با یه ورس ابلهانه. فک 021 بچه تو چشم کسی که لایک و ساب و کامنت نمیذاره. ما دوباره پا میشیم تنها اثرمون غبار ماشینه، یه نگاه بنداز پشت پر بار آخر. شماره 12 پرستیژ از سیجل و ددان. پرستیژ تنها آلبوم کوتاه سیجل و ددان و تا جایی که یادمه آخرین فعالیت ددان قبل از مجوز گرفتنه. آلبوم واقعا نکته منفی خاصی نداره و فقط احتمالاً بشه نبود فیز و یک نواخت بودن فاز آهنگا و مارکتینگ کیری رو ایرادات آلبوم دونست. شماره 11 زاخار اصلی از سهراب امجی. زاخار اصلی اولین و تنها آلبوم بلند سهراب امجی بود. نکات اشتباه این آلبوم این بود که سهراب امجی احمق تو آلبوم خودش فیت پولی داشت. یه مشکل دیگه این بود که منیجر کسلیس امجی آهنگ امجی و تتلو رو واسه دخترها فرستاده بود، اونم هم دزدی پخشش کرده بودن و مشکل آخرم این بود که پک فیزیکی آلبوم فروشش بر عهده سینا بود. ولی آلبوم غیر این موارد هیچ گونه ایرادی نداشت و از لحاظ آهنگا کلی آهنگ خوب بود و کمترین فیلر رو داشت. ببخش خودت میدونی چرا اینو میگم، من با همین دوتا چشا ته بگاهی رو دیدم ولی تک و تنها. شماره 10 تونل 2 از مهراد هیدن. آلبوم تونل 2 نسبت به تونل 1 ورسش بیشتر رپی تره ولی در حد پارت اول شاهکار نبود. تو آلبوم با اشخاصی مثل شایع، ویلسون، آراش دارا و امجی هم فیت داده. گیر نده انقدر نکن سودی به من، چش نداری ببینی رسیدم تا قله، دیر شده بخوایم بزنیم از اول. شماره 9 ستاره بازی از جیلی سیج. ترکیب شاهکار سیجل، لیتو و جی تو آلبوم ستاره بازی ترکیبشون شده 15 تا آهنگ شاهکار. این آلبوم نسبت به باقی آلبوم‌های اعضای زدبازی underrated تره. مثل بازیم فقط سنگین، میرم رو عدد نیستم رنگی، مزارو
8 و 10 و 23 اینجا. شماره 8 دبل آلبوم از سیجل دیوی خلصه خدایا بله هر چی کس خلت دنیا شبابه. دبل آلبوم ترکیب پیر شدیم ولی بزرگ نه 3 و انفرادی از خلصه بود. ایرادی که این آلبوم داشت همین دبل آلبوم شدنش بود که میتونستن به صورت جداگانه هر کدوم جایگاه خودشون رو پیدا کنن، ولی حرکت جالبی بود به عنوان اولین دبل آلبوم رپ فارسی. عمو میخواد گنگ برقصه فاز سندی بسته عمو میخواد گنگ. شماره 7 پیر شدیم ولی بزرگ نه پارت 1 اولین آلبومی که بعد منحل شدن زدبازی از جی جی سیجل و نسیم منتشر شد این آلبوم بود که اکثر آهنگاش هیت شدن. شماره 6 زوزنقه از مهراد هیدن. یکی از مهمترین دلایلی که زوزنقه رو شماره 6 نوشتم حضور شخص مودی موسوی بود که با گیتار آلبوم رو چند لول بالا برده بود. شماره 5 یک سین از سهراب امجی. آلبوم کوتاه یک سین اولین مجموعه سهراب امجی است که از بهترین آلبوم‌های کوتاه رپ فارسی، هرچند که کیرم تو سهراب امجی. شاگرد اول درس خیابون میترسیدن ازش بچگیاشونا بره میبود تو. شماره 4 تونل 1 از مهراد هیدن. این آلبوم شاهکار اولین آلبوم تکیه هیدن بود که خدا رو شکر اون موقع هنوز با جی جی قهر بود و با شایعه آشنا نشده بود. راجبش بام حرف نزن به صورتم هی زل نزن گوشو نجوا. شماره 3 پیر شدیم ولی بزرگ نه پارت 2. این پارت از آلبومای پیر شدیم ولی بزرگ نه شامل مگاهیت های شاهکاری مثل ویتامین سی بود. با من کیران تو زدبازی خسته شدم. هتنگا پشت صحنه اینو میگم به خودم خیلی بی جنبه شدم دنیا میچرخه دورم بازم میچسبه دونم خلیفت سر. شماره 2 آلبوم زاخارنامه. اولین و آخرین مجموعه از گروه زدبازی و اولین آلبوم تولید شده تو این لیست. آلبوم شامل شاهکارهای مثل چرا بدی و تهران مال منه میباشد. شماره 1 بزرگی از سامان ویلسون و مهراد هیدن. این آلبوم تمام شاهکار که به نظر خیلیا بهترین آلبوم رپ فارسیه. ویدیو تموم، کامنت ها رو بکنید. خداحافظ.